در مورد اون آخوند و اون عکسی که این افرادی که الان دارن این فیلم ها رو وایرال میکنن یه سر سوزن تخلف از من پیدا نکردن. فتوشاپه و چیزی که دروغ رو شماها میاد انتشار میدید. همون اول ویدیو هم اون چیزی رو گذاشتم واسهتون دیگه، اون فیلم، اون اسکرین رکوردی. اونایی که دوست داشتن متوجه میشن، دوستم نداشتم اصلا به یه ورم نیست. هرکی به جذابه میشه چیه موضوع نظام. در مورد اون آخوند و اون عکسی که من با یکی از مسئولین که فرماندار شهرستان بندر انزلی بود عکس گرفتم. این افرادی که الان دارن این فیلم ها رو وایرال میکنن یه سر سوزن تخلف از من پیدا نکردن که بخوان بیان با مستند بیان به شماها بگم و شماها بیان وایرال بکنین. چیزی که مستند باشه وایرال بکنین، نه اینکه چیزی که فتوشاپه و چیزی که دروغ رو شماها میاد انتشار میدید. همون اول ویدیو هم اون چیزی رو گذاشتم واسهتون دیگه، اون فیلم، اون اسکرین رکوردی. اونایی که دوست داشتن متوجه میشن، دوستم نداشتم اصلا به یه ورم نیست. این بسته ها با ناحیه بندر انزلی همکاری شایسته‌ای داشتن. اجر همه با شهدا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.